چه بارونی. میرم تا زیر بازارچی. تو این بارون؟ میرم تلفن کنم. یه دستمال کاغذی. پول خورد برای تلفن بی زحمت. بفرمایید. مرسی. نه، ممکنه خیال کنه به دوست پسرم تلفن میکنم. اینجور وقتا واقعا چیکار میشه کرد؟ برگردم نگاش کنم. بسته دستمال کاغذی رو بندازم زمین که برداره بده دستم. اگه ور نداشت چی؟ نه، احمقانه است. جلفه. همون بهتر که آدم نشون نده متوجه چیزی شده. صدای پشت نمیاد. یعنی دنبالم نیومده؟ نه، بهتر اصلا پشت سرمو نگاه نکنم. دیدمش. Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna un po'.
ti prego con te ogni istante era felicità. یه جای دیگه هم دیدمش. تلفن زدی؟ نه. گفتی میرم تلفن کنم. سوری نبود خونه. پس تلفن زدی. با کی حرف زدی؟ با مادرش؟ چرا اینقدر سوال میکنی؟ گوشی رو بر نداشتن، کسی خونه نبود. معذرت میخوام. اب نداره. فقط میخواستم بدونم یادت مونده از مادر سوری معذرت بخوای یا نه. حتما به دل گرفته اخ برادرش نرفتم. اونم اون که از عالم آدم توقع داره. یه دفعه مهمونی داشت، خواهرش هم وعده گرفته. بیچاره براش اتفاق افتاد نتونست. میدونی فشار خونش پایین. این فشار خونم از جون مردم چی میخواد؟ آره وقتی حاضر میشد که بیاد مهمونی سرش گیج رفت نتونست باشه. تا دکتر بیارم بالا سرش آمپول دوایی جور کنم دیگه وقتش گذشت. هنوز که هنوزه بعد از این همه سال بین این دوتا خواهر شکرابه. حالا ما که جا خود داریم. ببین تا حالا چقدر پشت سر ما بالا منبر رفتم. خب حقم بود. باید من اخ میرفتم. مثلا وقتی کار نخواد بشه همینه دیگه. درست همون موقع من باید برای کار محمد تو خونه حاج ابراهیمینا علاف بشم. حاج ابراهیم هم که ماشاءالله با اون اخلاقش عین جعفر طیار قدم برمی‌داره. باید همین روزا برم سر وقتشو از دلش در میرم تلفن بزنم. بالاخره مردم از کمکم کن بشناسمش. اون تنها اومده بود. من دیدم با تو حرف زد، با دامادم حرف زد. چندان آدم گوشه‌گیر خجالتی به نظر نمی اومد. موهاش کم پشت بود، کت شلوار چارخونه یا رنگ دیگه درست یادم نمیاد. نه تیره نبود. خوش قیافه و موقر. برای من همه مردای دنیا خوش قیافن. چه میدونم کدومشونو میگی؟ خب چیه؟ حالا عاشق شدی؟ پس چیه؟ از اون شب تا به حال همه جو مثل سایه دنبالمه. پس اون عاشقت شده. تو هم فکرت اینه؟ آره دیگه. عشق خیال میکنی چیه؟ همین مسخره بازیاست دیگه. اون از تو مشروب گرفت، یعنی از تو سینه‌ای که تو جلوش گرفته بودی. نمیخوای کمک کنی؟ نه اونم تو یه همچین موقعی که بهت احتیاج دارم. خواهش میکنم. ممکنه فامیل عروس باشه. من چی میتونم دربارش بهت بگم؟ پس یه کار دیگه. گوش کن. من هنوز عکسای عروسی رو سفارش ندادم. تو هم بیا با هم دیگه بریم سفارش بدیم. وای عجب مالیه. با توی عکسای خودت این یه دونه رو برای من سفارش بده. تو خودت چی؟ از عکسای خودت؟ نمیخوام. از قیافه خودم حالم به هم میخوره. از فامیل عروس نیست. اینجا رو شانس آوردی. عکسشو توی آلبوم جای مصطفی دیدم. از دوستای دوره دانشکده‌شه. اسمشو از اون میپرسم. نمیگی که برای من میخوای؟ اگه فکر کنه برای خودم میخوام چی؟ همه میدونن تو نامزد تو خیلی میخوای. چیزی بهت نمیچسبه.
ناقله ها روی خوب ملی انگوش گذاشتی یا خیرشو ببین. نه اینطوری حرف نزن باشه. این دلشوره برای چیه؟ اون الان حتما سر کوچه است. دل من گواهی غلط نمیده. کاش میتونستم شعر بگم. وقتی عاشقی در کوچه داری که به پنجره اتاقت چشم دوخته است، جای آن است که احساس خوشبختی کنی و خود را تنها نپنداری. نه، هنوز خیلی کم داره. نمیتونه شعر باشه و نه حتی احساس واقعی من اونطور که هست بیان کنه. کیه؟ خوابیدی؟ نه، داشت خوابم میبرد. چیزی هست که تو به مادرت نمیگی؟ اگرم چیزی باشه حتما وقت گفتنش نرسیده که بهت نمیگم. هیچ مشکلی رو با نخوردن غذا و ضعیفتر شدن نمیشه حل کرد. من مشکلی ندارم ماما. خب آدم گاهی گرفته است، گاهی بی اشتهاست. نگران نباش ماما، من حالم خوبه. شاید از بس حالم خوبه میل به غذا ندارم. تو تنهایی؟ تو نیستی ماما؟ تا تو با منی نه، من تنها نیستم. اما تنهایی تو رو من جبران نمی کنم. نمیشه یه دوست پسر برای خودت انتخاب کنی؟ یه دوست پسر یا مرد؟ کسی نبوده یا نیست؟ حتما هست. تو قشنگی، ظریفی. با وجود این هیچ وقت حس نکردم کسی رو بخوای. چرا عزیزم؟ خب یه نفر رو انتخاب کن، بذار دوستت داشته باشن. شایدم این کارو کردم ماما. خب دیگه بگی بخواب. میبخشی اگه مزاحم خوابت شدم. شب بخیر ماما. متشکرم. خدایا ازت متشکرم. اگه هیچی به من ندادی، اگرم هیچی در آینده به من ندی، باز ازت متشکرم که یه چنین مادری نصیبم کردی. تو کی هستی؟ چی هستی؟ عشق منی؟ مرد منی؟ سرنوشت منی؟ خب همینه دیگه دختر یا احمق. خوشبختی همینه دیگه. مرد عاشق در کوچه، مادر مهربان در خانه. پس چرا احساس خوشبختی نمی کنی دختر احمق؟
پس چرا احساس خوشبختی نمی کنم؟ تو میگه دیوونه نیست این مرد؟ نزدیک بود شیشه اتاق منو بشکنه. داره با بچه ها فوتبال بازی میکنه. عشق دیگه جونم، دیوونگی هم چاشنیشه. آدم تو دیوونه نباشه که عاشق نمیشه. از دیوونگی های ایرج برات نگفتم؟ دوباره شروع نکن سوری جون. نگفته قبول دارم تو نامزد جفتتون دیوونه ای. تا کی میخوای از پشت این پنجره فکستنی زاغ بزنی؟ پاشو برو یه کاری بکن. چی کار کنم؟ برم بیفتم به پاش؟ نه، برو بیرون، فقط همین. برو بهش میدون بده بیاد باهات حرف بزنه. نه که نه. اینقدر قایم موشک بازی درارین تو گندش در بیاد. یه سیگار بده دود کنی. زیر متکاس. دیروز که تو عکاسی بودیم اون طرف خیابون ما رو میپایید. پس چرا به من نگفتی؟ برای اینکه تو بهش نگاه میکردی و هر جوری هم که نگاه میکردی میفهمید من درباره اون به تو چیزی گفتم. تو که خودت از اون دیوونه تری. خب من میرفتم باهاش حرف میزدم. اون لابد خجالت میکشه با تو صحبت کنه. اما وقتی ما رو با هم میدید چون با من آشنایی قبلی داره بهانه پیدا میکرد میومد جلو. نه، دوست ندارم اینطوری شروع بشه. چه فرق میکنه چه جوری شروع بشه؟ مهم اینه که شروع بشه. اتفاقا مهم اینه که چطوری شروع میشه. آغاز خیلی مهمه. خشت اول. ایشی با این دودی که اینجا راه انداختی همینش کمه مامانم درو باز کنه بیا تو. فعلا که شروع کارتون با خاله زنک بازیه. تو اینجا سماق بمیک، اونم تو کوچه قاز میچرونه. به به چه آغازی. حالا تو هر چه میخوای بگو. این مرد یک احمق به تمام معناست. آخه این چه کاریه میکنه؟ پرسه زدن تو کوچه کار بچه مدرسه ایاست. برازنده آدمی مثل اون نیست. اونم با این سن و سال. مسخره نیست تو رو خدا. اگه فکر کنیم اون داره به اصطلاح درباره تو تحقیق میکنه زیادم مسخره نیست. رسمه. کار زشتیه اما رسمه. برای یه آدم شهرستانی مثل اون اگه بخواد مثلا ازدواج کنه طبیعیه که بخواد بدون طرفش کجا میره کجا میاد با کیا بده بسون داره. من و ایرج با وجودی که حلقه رد و بدل کردیم هنوز با تمام فک و فامیل با تمام اعوان و انصارش هنوز با تمام قوا دارن درباره من تحقیق میکنن. این اواخر برای اینکه تحقیقاتشون به نتیجه برسه چیزی نمونده بود برم رفیق بگیرم. چه آتش پاره هستی تو. والا به خدا اگه میخوای چیز خنده‌دار پیدا کنی اینه. مردا میتونن راجع به ماها همه جور جاسوسی بکنن همه جور تحقیق بکنن اما ما بیچاره ها تا میخوایم بفهمیم چی به چیه و دنیا دست کیه انگار که از کره مریخ اومده باشیم همینجور زل میزنن به همون نگاه میکنن. خدا بگم چی کارت کنه که میتونستی بیشتر راجبش برام تحقیق کنی و نکردی. دیگه میخواستی بیچاره داریم چی بدونه. خیلی تلگرافی با هم دانشکده حقوق بودن. چند دفعه با تور دانشگاه سفر رفتن. عکسای آلبوم شادیگاری همین سفراست. پسر خجالتی و گوشه‌گیری اهل مطالعه است. دیرجوشه. فامیل شهرستان زندگی میکنن. حتی نمیدونست کدوم شهرستان.
سوری دوستش دارم. چقدر تو ماهی. وقتی اینو گفتی حسودیم شد. به نظر من بعضی حیفشونه شوهر کنن، صاحب داشته باشن. تو یکی از اونایی. میدونیم من اگه پسر بودم عاشقت میشدم، فوراً پیشنهاد ازدواج بهت میدادم. منم فوراً رد میکردم. ببین جیگر آهای تره بینجا لوس نشو. جون خجالت بکش. جیگرتو برم ایدارم ده نکنم چی. نگه دارید. همچنین نگه دارید. همیشه گفتم بازم میگم این مرد یه احمقه به تمام معناست. خب میخواستی صبر کنی اون اول پیاده شه. یعنی من دنبالش بیفتم؟ اون ابله اگه میخواست باید پیاده میشد. حالا چرا سر من داد میزنی؟ معذرت میخوام. من فقط اینو میدونم که بین خوشبختی و بدبختی یه لحظه بیشتر فاصله نیست. وقتی تو اتوبوس کنارش وایساده بودم خودمو بی نهایت خوشبخت حس میکردم، اما حالا از خودم بدبخت‌تر کسی رو تو این دنیا نمیشناسم. بمیرم برای اون چشمای قشنگت که میدونم الان پر از اشک شده، مثل وقتی که سر کلاس انشا میخوندی خودت زودتر از همه از چیزی که نوشته بودی اشکت در میومد. من ندارم بابا، من ندارم طاقت این چیزا رو. سوری بمیره گریه نکن.
برو یه جا بشین، من فوراً میام پیشت. بگو کجا هستی، فوری با تاکسی خودمو میرسونم. الو؟ الو؟ صدا نمیاد. الو؟ صدا نمیاد. نمیشنوی صدا رو؟ صدای قلب منو نمیشنوی؟ دوباره اومد. آره اون دوباره پیدا شده. داره دنبال من میگرده. نمیدونه من از اینجا دارم نگاش میکنم. تو خیابون گیج گیجی میخوره. نمیدونی تو این حالت چقدر مضحک شده. عین بچه‌ای که چیزی گم کرده باشه. برو دیگه وراجی نکن، باز میپره ها. برو کارو تموم کن. وقتی اون خجالتی تو دیگه نباش. موفق باشی. به هم تلفن کن. الو؟ میخوام با ایرج خان صحبت کنم. بله مرسی. تو معلوم هست کدوم کوری هستی؟ عشق من؟ خانم شما قهوه‌تون. چی میل داریم؟ چایی لطفا. پس چرا اقدامی نمی کنه مردی که همه یه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخم نشد. آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی نشد. شعله بر سرمایه چی؟ نه به ساعتش نگاه کرد. منتظر کسی نباشه. بابا جان همینش کمه یه مطلعی هم بیاد سر میزش بشینه. میخونم ببین چجوری. ببین آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی نشود به شعله بر سرمایه. همینه دیگه. آی عشق آی عشق چهره سرخت پیدا نیست، غبار تیره تسکینی در حضور وهم غبار تیره تسکینی در حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور، سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق آی عشق رنگ آشنای چهره‌ات پیدا نیست. باشین بریم بابا، اینم خودشو مسخره کرد. اجازه میدین چند لحظه؟ خواهش میکنم. مزاحم نیستن؟ نه
تعجب کردیم. انتظار نداشتیم بیام سر میزتون؟ انتظار داشتم از همون اول می اومدی. من فکر کردم شاید با کسی اینجا قرار ملاقات داشته باشیم. هنوزم مردد بودم که بیام. عجیبه، هیچ جمله مناسبی به ذهنم نمیاد. شما سیگار میکشین؟ نه. چرا بهش گفتم نه؟ حتما خیال میکنه هنوز بچه‌م. تا اینجا یه سوتی. خدا کنه آخریش باشه. شما زیبا هستید. بله. شما زیبا هستید. متشکرم. متوجه شدین که من چند وقتی شما رو تعقیب میکنم؟ بله. بعضی وقتا. چرا؟ چی چرا؟ چرا تعقیبم میکنی؟ میشه به این سوال جواب ندم؟ لااقل فعلا. اشکالی نداره. سوال بیموردی کردم انگار. دو سوتی. سوال دیگه میتونین بکنین عوضش. البته اگه بخواین. شما زن داری؟ مهمه؟ نه. همینجوری برای اینکه سوالی کرده باشم. خاک بر سرم با این سوال کردنم. نه. هنوز ازدواج نکردم. ولی میدونم داره دیر میشه. سوال احمقانه ای بود، اما خوب به جوابش میارزید. حالا شما بگو. چی بگم؟ از خودت بگو. چیزی به خصوصی برای گفتن ندارم. پارسال دبیرستانم رو تموم کردم، 6 ادبی. تا اومدم به خودم بجنبم ثبت نام کنکور تموم شده بود. امسال خیال دارم برم آمادگی. دیگه همین. بقیهش تو خونه و کمک به مادر و اینجور چیزا. تفریح چی؟ تقریبا میشه گفت هیچی. وقتی برادرم با ما بود گاهی میرفتیم سینما. الانم گاهی وقتا با سوری میریم. سوری رو که میشناسیم. عروسی داییش اومده بودیم. یادتون میاد؟ من بار اول اونجا شما رو دیدم. خیلی کردم. بله یادمه. شما با مادرتون تنها زندگی میکنین؟ بله. پدرم فوت کرده. برادرم هم اینجا نیست. چرا یه چیز حسابی پیدا نمی کنم بگم؟ میتونم یه سوال کلی ازتون بکنم؟ کلی؟ امیدوارم که جوابشو بتونم بدم. نظر شما راجع به زندگی چیه؟ نظر من هر چی باشه چیزی رو عوض نمیکنه. نظر همه چی؟ اگه نظر من و شما با همه جمع بشه چی؟ همه؟ این فقط یک کلمه است. ارتباط من و شما با همه حتی یک لحظه میسر نیست، چون در هیچ لحظه این همه که شما میگین شرایط یکسانی ندارن تا مفهوم خارجی و واقعی پیدا کنن. در هر لحظه عده‌ای دارن میان، عده‌ای دارن میرن و عده‌ای تغییر وضعیت میدن. توقفی در کار نیست. حتی به اندازه یک فلاش عکاسی که بتونه از همه عکس بگیره توقفی در کار نیست. کدوم همه؟ به جز نیازهای طبیعی مثل نیاز به اکسیژن که تازه بین انسان و حیوان و نبات مشترکه، هیچ چیز در این دنیا وجود نداره که شامل همه بشه. اونجا رو نگاه کن. هر کدوم از این آدما جزء کوچیکی هستن از اون کلی که شما بهشون میگین همه. ببین چقدر تنها. حتی اونایی که با هم دارن راه میرن تنها هستن. هر کدومشون بار سرنوشت جداگانه‌ای رو به دوش میکشن. هر کدومشون مملو و از رمز و رازی هستن که حتی خودشون هم از ماهیت اونا سر در نمیارن. حالا اومدیم و همه اینا به فرض محال در چیز واحدی با هم عقیده میشدن. خب که چی؟ مگه زندگی چیز معینیه؟ پس تکلیف هزاران چیز دیگه‌ای که جمعاً مسائل زندگی رو تشکیل میدن چی میشه؟ حالا اگه میتونین برین و زندگی رو برای اینا تعریف بکنین، هر تعریفی شما از زندگی براشون بکنین، هر کدومشون به نظرشون یه جاش میلنگه، چون 100% با طرز تلقی و برداشت اونا از زندگی قابل تغییر نیست. و یه نکته چشمش موقع حرف زدن هر کسی یه جور از زندگی تعبیر میکنه. موقع حرف زدن حتی به نظر خوشگل‌تر میاد. واقعا چقدر خوب حرف میزنه. همیشه به خودم میگفتم زیبایی مرد به حرف زدنشه. یه شعری هم مثل این که داشتیم: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. تو بحر قیافش بودی جونم. اون که به جای خود، ولی واقعا بین ما اختلاف هست.
من هیچ وقت قادر نیستم درکش کنم. حتما در چند برخورد اینو میفهمه. چی کار کنم؟ حساب سن و سالم بکن. نه دست کم باهاش 10-15 سال اختلاف سن داری. کتابای دنیا رو برقاسا بخونم، ازش جلو بیفتم، برسم به جایی که وقتی باهاش حرف میزنم به همون حالی دچار بشه که امروز من شدم. دست به چونه بشینه و به هم نگاه کنه. زیاد جوش نزن. وقتی عروسی کردین آخه اون یکم کوتاه میاد، تو هم یکم بلند میای، یعنی پر رو میشی، به هم میرسی. نفس مرد میگن به بعضیا میسازه، فیس و افاده رو میبره بالا، آدم از خود راضی میشه، نخونده ملا میشه. پس من بیچاره چی بگم؟ سوری، چیه؟ یعنی من مفت و مسلم عاشق شدم؟ آره، فقط باید بودی و میشنیدی چیا میگفت. من مثل خر تو گل مونده بودم. ما چی هستیم واقعا؟ خیال میکنیم بزرگ شدیم، درس خوندیم، دیپلم گرفتیم. من مثل خر تو گل مونده بودم، اما اون که وای نمیسته تا من بهش برسم. پیش میره، در نتیجه این فاصله همیشه هست. اسم کتابی که دستش بود چی بود؟ فاستش یادمه.
چرا؟ چرا؟ چیزی شده؟ چی؟ ناراحتی؟ وقتش نشده با من حرف بزنی؟ من چیزیم نیست ماما، فقط همینو میتونم بگم. من حالم خوبه. آره خیلی حالم خوبه. در واقع از این بهتر امکان نداره. خدایا عاشقم، عاشق ترم کن. چه حرفای مسخره ای. عشق چالشو باید همونجا تو کتابا کند. همون به درد نویسنده ها میخوره که دخترای ساده لوحی مثل منو باش گریه بندازن. نه از گریه خبری نیست. تو گریه نمی کنی. فقط در یه برخورد فهمیدی که به درد نمیخورم، دور انتخابیم، امیدی بهم نیست. تو حتی به من فرصت ندادی خودم رو یکم بهت بشناسونم. انتظار داشتی من کی باشم؟ مگه چند سالمه؟ مگه چی بهم یاد دادن؟ تازه مگه خودش کیه؟ زکریای رازی یا ابوریحان بیرونی؟ من هرچی هستم زیر پنجره کسی کشیک نمیدم، هیچ وقت موسموس نمیکنم. بدبخت ژیگولو فقط یه گیتار کم داشته که دستت بگیری. نامه فدایت شوم برات نوشته بودم، ادعا کرده بودم کسی هستم کازانوای ریق ماسی. چقدر مگه آدم میتونه از خودش راضی باشه؟ من که میدونم نقشت چیه. تو همون برخورد اول فهمید که ضربه رو زده، اون وقت دیگه پیداش نمیشه که منو عاشق خودش بکنه. بیا من دیگه به اون کوچه کثافت نگاه نمی کنم. حالا میبینی جناب روشنفکر عوضی. امیدوارم همین روزا بالکل کچل بشی، اون وقت قیافت از اینم که هست مضحک‌تر میشه. خواهش میکنم حواستو جمع کن، متمرکز شو. تو باید معنی جمله ها رو بفهمی. خواهش میکنم. بلند میخونم. در ضیافت‌های رقص که در سفارتخانه ها داده می شود نقص‌های زیادی دیدم، اما در بال حشرات به هیچ وجه. سبزی کاری خواهم کرد، جوانه زدن تخم را از زمین و معجزه رشد آن را تماشا خواهم کرد. تخم گیاهان نیز روی اصول عشق به وجود می آید، با این تفاوت که در عشق بازی آنها اثری از خباثت نیست و نیز ریشه درازی خواهم گذاشت، ریشه پر اباحتی، چنان ریشه معظمی که پناهگاه عمومی پروانه ها و حشرات چهاربال شود. دیگر کوکائین هم نخواهم کشید، حتی در اثنای دندان کشیدن هم. فردا در همین ساعت خواهم رفت و در دیر را خواهم زد. بس فردا کفشای راحتی به پا خواهم کرد و 8 روز بعد خیال خواهم کرد که اصلا به طور مادرزادی راهب بودم. فاس داری؟ گمون کنم داشته باشی. اجازه بدین. بفهم. نه این نیست. فاست دیگه نداری؟ نمیخوای؟ چرا؟ ورش میدارم. اما من یه جور فاست دیگه هم دیدم. شاید از فاست نویسنده چیزی میخواین. هاوارد فاست. بله اسم نویسندش شاید. اون کدوم کتابشو میخواین؟ چند تا داری؟ والا هرچی ازش ترجمه شده نداریم. اسپارتاکوسشو داریم و شکست ناپذیر، فقط همین. باشه همینا رو بدین میبرم.
یه کتاب دیگه هم داره که چاپ خیلی وقت پیشه، همشهری تام پین. همین. بله، همشهری تام پین. نایابه، 2-3 جلد بیشتر ازش نداریم. فروشی که هست. استثنا هم به شما میدیم. خیلی ممنون. چرا نایابه؟ خیلی خوبه کتابش. نمیدونم، من نخوندمش. گفتم که خیلی وقت پیش چاپ شده. پس چرا تجدید چاپ نمی‌کنن؟ لابد خریدار نداره. میخوایم بپیچم؟ نه خوبه. بله نه جانشون باشید بندی چه قبول دارم قول نامه میکنید باش خدا الو سوری، منم. حرف نزن، فقط گوش بده. من الان تو کافه هستم، همون کافه‌ای که خودت میدونی. پاشو یه جوری خودتو به من برسون. فوراً اونی. میترسم مجبورشم سطح بالا حرف بزنم، باز دوباره ماجرای اون روز تکرار بشه. من میخوام موضوع خیلی عادی برگزار بشه و خیلی عادی به ملاقات بعدی بکشه. سوری خواهش میکنم، فقط تو میتونی منو نجات بدی. فوراً محض خاطر من، محض خاطر دل بیچاره من. تو همون کافه، همون جایی که من نشسته بود. این چه معنی میده؟ ثابت میکنه که یه چیزی هست. به هیچی نیست. بعد از اون همه آرتیست بازی تازه میخوای به این نتیجه برسی که طرف یه چیزیش میشه؟ خواب دیدی خیر باشه. پس کو؟ چرا دیگه نمیاد؟ شاید به این نتیجه رسیده که یه لنگ پا وایسادن سر کوچه در شأنش نیست. تفسیر خوبی بود. ته دل منم همینو میخواد. از وقتی باش حرف زدم تا حالا درسته برای دیدنش دقیق شماری میکنم، اما دلم نمیخواد به اون شکل سابق دور و بر خونه پرسه بزنه و دنبالم را بیافته. آها، داری تو خط درست میافتی. زندگی تو بکن جونم، خیلی راحت. 100% پیداست که طرف داره برای صحبت کردن دورخیز میکنی. میخوای خرابش کنی؟ برو هر روز تو اون کافه بس بشین تا ببینیش. نه. میخوای من به دایم بگم آدرس خونه و محل کارش رو پیدا کنی بری اونجا سراغش؟ هیچ وقت. میخوای من برم پیداش کنم باهاش حرف بزنم؟ چرا نگو تو رو خدا. پس دیگه خفه خونه مرگ بگیر. ننه من غریبم بازی در نیار، صبر کن وقتش برسه خودش میاد جلو. راه دیگه ای هم نیست. یه کاری هم در حق این جانبه بکن. به مامانت بگو بره با مادر من حرف بزنه.
یا خودت مستقیما با طرف من حرف بزن، کلک کارو بکنن، عروسی ما رو راه بندازن. میدونی چیه دختر جون؟ شرم و حیا دیگه کافی. میترسم طرف تو بزنی. چقدرم تو شرم و حیا سرت میشه جون. ببین آی طرف جیگرتو برم الهی. دختر طلا خیلی میخوامش. اینو جدی میگم. همین امشب ترتیب یه ددر رفتن رو باهاش میدم. تو هم با ما میای. نه نگیا، پدرتو در میارم. امشب با هم میریم. هم تو از این ظریف دست برمیداری، هم شاید کار ما رو یه جوری جوش بدی. بی خودی نشین این پا قنبرک بساز. اگرم طرفت پیداش نشد خودم هستم، هواتو دارم. آی عشق، آی عشق، رنگ آبیت، نه چهره آبیت پیدا نیست. حاضرم نصف عمرمو بدم بفهمم این شعر مال کیه. باید کتابشو حتما گیر بیارم. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست. آره چهره آبیت. میخوای بدم جو پامو عره کنم تا خیالت راحت شه؟ بفرما. اگه یه بند انگوش ازت کم بشه قبولت ندارم. اگه میتونی بده یه جفت پای اضافی هم برات کار بذارم. من میرم. چی؟ دلم شور افتاده. من هر وقت دلشوره بگیرم غیر ممکنه اتفاقی نیفته. میترسی طرف با کمند از پنجره اومده باشه بالا؟ لوس نشدیه. باید برم. از کار من چی میشه ها؟ خودت یه چیزی بهش بگو. نه بابا زودتر اینو بگی. قال قضیه رو بکن. از چنگ درش میارن ها. چی به سرت زده؟ وا چه حرفا میزنی؟ خلاصه از من گفتن زودتر کارو تموم کن. دیر به جنبی از دست در میره ها. این تقصیر خودشه. میگه میخوام کنکور بدم، میذاره تقصیر من اصلا به من چه؟ نه غلط میکنم. به گور بابا میخندم. کنکور به چه دردم میخوره؟ من شوور میخوام. یالا همین الان بابا یه بگو بعد یه چیزی بهش بگو. بی طاقتم چه کنم؟ خب من دیگه میرم. پس بذار بیان برسونیم. کجا؟ نه شما شبتون رو خراب نکنین. من خودم میرم. تنهایی که نمیشه. چرا میشه؟ دلم میخواد ببینه این وقت شب دارم میرم خونه. میخوام زیاد به خودش مطمئن نباشه. قربون تو خداحافظ. دختر تو چرا جلو اون از این حرفا میزنی؟ حیا نمی‌کنی؟ باشو بریم برسیم. خاطر روز نگاه بلند شو. نه ببخشید شما آقای همدانی این طرفو دارین؟ حمید همدانی؟ نه نه این دلم دیگه داره به ما نارو میزنه. من دیگه نمیدونم. من بعد خودم برات روشن برای دیگه باقیش با خودت چیکار کنم. مسئله این بود دلشوره. مادر من به این پول احتیاج دارم. اینقدر به چند تا مغازه قراضه که جز دردسر چیزی براتون نداره نچسبید. اگه واقعا نمیتونی ازشون دل بکنی من از یه راه دیگه پیدا. خب اگه جایی هست که بشه تهیه کرد تو میدونی؟ نه من نمیدونم از کجا میتونه تهیه بشه. اگه میدونستم الان اینجا نبودم. فقط میدونم که بهش احتیاج دارم. باید تهیهش کنم. بعد اینکه مجبور بشم دزدی کنم یا کار دیگه ای بکنم. اقلا یه امشبو بذار فکر نکنم که تو به خاطر پوله که اومدی پیشم. سلام.
سلام. چقدر خوشگل شدی. چطور اینقدر زود برگشتی؟ به دلم افتاده بود کسی اومده. همینطور که نشسته بودیم دلشوره ورم داشت. سوره هر کاری کرد دیگه نموندم. میدونستم یه نفر باید اومده باشه. حالت خوبه؟ آره خوبه، خیلی خوبه. میشه ماچت کنم؟ خیلی بزرگ چه بده. خانم بزرگ که زار نمیزنی. من میرم تو اتاقم. اون خیلی تنهاست. بالاخره میام. میتونم. اجازه هست؟ سلام. نه راحت باش. خاموشش نکن. یکم بده من. مزاحم شدم. نه خیلی خوب کاری کردی که اومدی. کتاب میخوندی؟ بارکلا. بخون. وقتی کاری نداری بکنی اقلا کتابه رو بخون، نذار مهمل بمونی. دلم برات تنگ شده بود. بازم میری؟ آره بازم میرم. صدای در بود. حتما مادر رفت بیرون. ماما شیک کرده. کجا داره میره؟ میره دنبال کار من. باید چند نفر رو ببینه. کاش که کارت یه جوری بود که میتونستی با ما باشی. هر خونه به یه مرد احتیاج داره. اون مردی که خونه ما بهش احتیاج داره دیر یا زود پیداش میشه. و مخصوصا تو رو از تنهایی در میاره. من فقط به خاطر خودم نیست که اینو میگم. به خاطر مادرم آره. هست. اما من میتونم از تو متوقع باشم که به خاطر من از آیندت چشم بپوشی، تشکیل خانواده ندی و با مرد مورد علاقت عروسی نکنی. فقط به خاطر اینکه خودم احساس تنهایی نکنم. سعی میکنم حرفتو بفهمم اما نمیفهمم. دیر نشده. برای این کار فرصت زیادی داریم. ما همه به هم احتیاج داریم.
مخصوصا احتیاج داریم که دور هم باشیم. نه خواهر جون، من اهلش نیستم. من طرفدار اونایی هستم که میگن یا همه چی یا هیچی. من بیرم بیرون، ممکنه شب با یکی از دوستان باشم. به مادر بگو منتظر من باشه. نباید پنجره رو اونجور محکم میبستم. عشق من، عزیز من، از چی ناراحتی؟ دیگه بس کن. بیا جلو، بیا حرف بزن. وای نه، چه سقی دارم من. نه تو رو خدا برگرد، حالا رو که نگفتم. درو وا نمی‌کنم. نه، نباید درو بروش وا کنم. وای، صدای قلبمو حتما داره میشنوه. سلام. سلام. اجازه هست؟ نه، خواهش میکنم، مامانم خونه نیست. شما تنها هستین؟ بله، من تنهام تو خونه. برای همینم هست که خواهش میکنم. میدونین خیلی دلم میخواد بیاین تو ازتون پذیرایی کنم، اما بهتر مامان باشه. میدونین که چی میخوام بگم؟ باشه. امیدوارم ناراحت نشده باشین. نه، به هیچ وجه. بازم میای؟ بله، حتما. مامانم بیشتر وقتا خونه است. خیلی خوشحال میشیم اگه بیاین. حتما. خداحافظ. خداحافظ. یه مردی بود که گاهی وقتا سر کوچه کشیک میداد. مدتی پیداش نبود، اما باز دوباره پیدا شده. صبح که از خونه رفتم بیرون تعقیبم کرد. قبلا هم چند دفعه تعقیبم کرده بود. فکر میکنی برای چی این کارو میکنه؟ نمیدونم، ازش خوشم نمیاد.
اگه بدونی به خاطر من این کار رو میکنه بازم ازش بدت میاد؟ به تو حرفی زده؟ امروز از اومده بود صحبت کنم. صحبت کنه؟ با کی؟ نمیدونم. بهش گفتم شما نیستی. بهش گفتم من ترجیح میدم اگه حرفی داری با شما بزنیم. خب چی گفت؟ هیچی نگفت، رفت. خیال میکنم بازم بیاد. بازم بیاد که با شما حرف بزنیم. بیداری؟ آره. اونجاست؟ نه. اون حس کرده من دیگه خوشم نمیاد سر کوچه وایسه. میگم آدمیزاد واقعا چیه؟ با چند کلمه حرف از این رو به اون رو میشه. بعد از حرفای تو حالا یه حالت دیگه بهش دارم. انگار ازش خوشم میاد. فکرشو که کردم یه حالی شدم. دیدم خوابم نمیبره اومدن پیش تو. چطوری برات بگم؟ برام یه خوشحالی جدید پیدا شده، یه امید جدید. مثل بچه‌ای شدم که بهش وعده خوشحال کننده ای داده باشم. وقتی تو رو تو لباس عروسی مجسم میکنم، وقتی فکر میکنم که تو این خونه صدای یه گریه نکن کوچولو، گریه نکن نازنین. برادر داره چمدونشو میبنده، نمیای ببینیش؟ چرا؟ الان میام. نه، نباید حس کنه منتظرش بودم. سلام. اجازه هست؟ خوب موقعی اومدی. هم مادرم هست هم برادرم. مامان با شما کار دارم. سلام. سلام. از این طرف خواهش میکنم.
خوبه با خانواده‌اش نیست. خیلی مضحک بود مراسم چایی بردن و لبخند علکی به فک و فامیلش تحویل دادن. برادرتو برد، برادرتو برد. محمد متاسفم. همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نه شور شعله بر سرمای درون. آی عشق آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وحی و دنج رهایی بر گریز حضور، سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگچه بر ارغوان. آی عشق آی عشق، رنگ آشنای چهرت